استاد در خدمتیم. استاد بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالمهدی. میدونید من عادتم اینه که مقدمه نداره صحبتم. همه صحبتم خلاصه شده در همین بسته‌ای که خدمتتون آوردم. فقط آقای صالحی مچمن واقعیت متوجه شد میخوام راجع به چی صحبت بکنم، چون ایشون حافظ قرآنه، مچمن باز کرد. خدمتتون عرض کنم مدتیه 2 چالش بزرگ قرآنی پیش اومده راجع به آیه‌ای که در سوره نساء هست 34 فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. این کلمه واضربوهن رو گرفتن به عنوان اینکه قرآن کتاب ضد زنه، زدن زن رو تبلیغ میکنه و امر به زدن زن میکنه. دارن این فمینیستا و این دشمنان اسلام خلاصه میتازن. خب ما هم چون قرآن خونیم به اون برخورد، گفتیم خدایا آخه جواب چی بدیم؟ میگن که قرآن گفته بزن، مرد زنشو میتونه بزنه. چی جواب بدیم؟ البته بنده تحقیق کردم، علمای الازهر مصر بسیاریشونو من سرچ کردم، گوش کردم، دیدم جوابی ندارن. روایت میارن، حدیث میارن. علمای خودمونم بی تعارف هنوز جوابی که قرآنی باشه ندادن. دقت بفرمایید، شما بیاید بحث فقهی کنید بگید که آقا باید یه جوری بزنید دیه نداشته باشه. خیر، این جواب نشد. یا یه علامه‌ای گفته فضربوهن، مثلا ضربتم فی الارض، یعنی ببریش مسافرت تا حرف تو رو گوش بده. نه دیگه، این واقعیت نیست. این خلاف تصریح قرآن. قرآن گفته بزن، بزنید آنها را. فقط یک بی‌توجهی اینجا باعث گرفتاری شده. قرآن اگر امر میکنه به چیزی، نحوه انجام اون دستور رو هم میگه. هنوز پیدا نکردن بسیاری. منم پیدا نکردم. یه عمر داریم قرآن میخونیم بلد نبودیم. هر جا گفتیم نه آقا، هیچ وقت پیغمبر زنشو نزده، هیچ امامی زنشو نزده، اولیاء الله خانوشونو نزدن. گفتن نشد. ما اینو نمیگیم. قرآن گفته بزن، در شأن خداونده که بگه زن رو بزنید. پس این کتاب خدا نیست و این دستور ضد زنه. آقا بهار امسال شد، ما رفتیم مسجدی نماز عشا رو خوندن و قرآن رو باز کردم. منم این موضوع فکرم رو به شدت مشغول کرده بود و خیلی ناراحت بودم. جوابمو گرفتم که باید در دنیا تبلیغ بشه این، انشاءالله به برکت این جلسه و توجهاتی که این آقای میرزاجانی عزیز ما داشتن تا براشون تعریف کردم. گفت باید بیای بگی. خب معمولا آقای میرزاجانی عزیز ما خودشون هم قاری‌ان، هم قاری پیشکسوتن، هم قاری اول دانشجویان. حالا به خاطر کار اجرایی قبول مسئولیت کردن نباید اینجوری بشه که تلاوت نکنن، اما چنان دل در گروی این معنا گذاشتن که من قبول کردم برم کوههای شمال تهران علف جمع کنم، بردارم بیارم اینجا. جواب اون تبلیغ سو و اون سمپاشی اینه. باز کردیم قرآنو، سوره صاد آیه 44. حافظ قرآن بود. بله. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضرب به ولا تحنث.
یادتونه دیگه. 2 کلمه نامأنوس هست، یکی ولا تحنس، هیچ جا به کار نرفته جز اینجا. یکی ضغثن. خدا چی میفرماید؟ داستان ایوب نبی است. ایوب با اون صبر مثال زدنی و نمادین، داستانی میشه که حضرت ایوب خیلی از دست خانومش ناراحت میشه. انقدر اذیتش کرده بوده این خانوم شوهر آزار که صبر ایوب تموم شده بوده. ببینید چقدر اذیت کرده. اصلا ما نداریم همچین زنی که صبر ایوب رو تموم کنه. فقط گیر بنده خدا ایوب افتادی همچین خانومی. قسم خورد، گفت حالش خوب نبود دیگه، ایام گرفتاری مریضی و اینا، گفت خوب شم قسم خورد 100 ضربه بهت میزنم. زد و خوب شد و ایشون هم حالا ناراحت به عنوان پیغمبر خدا، نماد صبر. انا وجدناه صابرا. خدا میگه ما او را صبور یافتیم. انه اواب. نعم العبد. چه بنده خوبی. انه اواب. او دائم به سمت ما برمیگرده، هر وقت یه ذره فاصله میگیره دوباره به سمت ما برمیگرده. خدایا تو برای چی تعریف میکنی از ایوب، بعد بهش میگی بزن؟ اول آیه میفرماید چی؟ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. کلید قضیه این صابرنه. صابری ولی بزن. با چی بزن؟ وقتی خدا میفرماید فضربوهن، حتما در جای دیگری از قرآن روشن کرده چگونه باید این امر اجرا بشه. چگونه؟ شما ضغثن رو برید سرچ کنید، یعنی یه دسته علف خشک. علف خشک هم نازکه هم نرمه، هم هرگز آسیب نمیزنه. خدا میگه چرا ناراحتی؟ قسم خورده بود پیغمبر خدا میزنمت، نمیخواست بزنه. خدا گفت نه قسمتو نشکنی ها، بزن، حتما هم بزن، ولی با دستت این علف خشک رو بگیر، مثلا وزنی هم نداره، تقریبا 100 تاست، با این بزن، شاید هم بیشتر. چون گفته بود 100 تا ضربه میزنم، قسم خورده بود، خدا گفت 100 تا علف درست کن، یه دونه بزن میشه 100 تا. هم قسمت نشکستی، هم کتک نزدید. اون که میخواد زن رو بزنه با این روش، من فکر کنم یک نوازش جدی و یک ملاطفت و یک مهربانی به اصطلاح ویژه شادی بخشه، یه ملاطفت شادی بخشه. مثلا حالا طرف انقدر از خانمش عصبانی میشه، این تو خونه باشه یه دونه برداره بزنه. اون آیه قرآن هم قبلا بهش گفته باشه که ما اگه تو رو زدیم دیگه نهایت عصبانیت منه. ببینید اینجوری اگر در دنیا مطرح بشه فضربوهن، همه مسائل حل میشه. تازه ما نباید بزنیم اینجوری، از این باید کمتر باشه، چون اون 100 تا ضربه بود. ثانیاً شوهر آزارترین زن دنیا بود که صبر ایوب در مقابل آزار او کم آورده بود. و دیگران که دیگه در این حد نیستن که، پس دیگه ما بنابر کتک زدن نمیتونیم داشته باشیم. زدن در حدی که فقط بگیم من از شما خیلی ناراحتم، منو ناراحت کردی. خب این دوتا آیه رو گذاشت بغل هم. القرآن یفسر بعضه بعضا. ما از روز اولم گفتیم قرآن نور است. قد جاءکم من الله نور. این نور باید روشن کنه. فضربوهن خودش رو باید روشن کرد. من به قدری تو مسجد به وجد اومدم بلند شدم داد زدم.
یه سری هم گفتن آقا این حرفای چی اینجوری میزنی زن تو بزن، این حرفا چی آقا، مسجد جای این حرفا نیست. امام جماعت بلند شد گفتش که ایشون داره درست میگه. گفتم پس ما پیدا کردیم جوابش رو که انشالله این جواب در دنیا منتشر بشه. البته من ثواب این یافته رو در قرآن به روح پدرم میفرستم، استاد هوشنگ بادپا، که در طول عمرم یک بار ندیدم تلنگر به مادرم بزنه، حتی تلنگر. عصبانی که میشد یه چیزی رو میشکست، زورشون رسون به اشیا. هیچ وقت به مادرم حتی تهدید اینجوری نکرد که مثلا میخوام بزنم. بلند شد میرفت بیرون، ناهارم نمی اومد، مثلا کباب میخورد میومد میگم من ناهارم هم خوردم. این مثلا حد اکثر مجازاتی بود که مادر ما میدید. مادر ما 6 تا بچه بزرگ کرد دیگه. این ثواب میفرستن به روح اون پدر. ای کاش زنده بود الان تو این جلسه میشست، من ازش قدردانی میکردم. علی ای حال خواستم این نکته ظریف لطیف قرآنی خدمت شما گفته باشم در سلسله بحث‌های قرآن نور است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسنتم جناب استاد بادپا.